مجری آمریکایی داخل استودیو خودش را برای یک مناظره با کهنه سرباز آمریکایی آماده می‌کند. ترامپ هر روز تهدید میکنه ناوها، هواپیما و هر چی تسلیحات داشته رو آورده. حالا ایران چی؟ امروز میخوایم با استدلال بهتون بگیم که ایران چطور میتونه مقابل آمریکا بایسته. موضوع جنگ ایران و آمریکاست. بحثی که 2 هفته است ایران یک سر تحلیل‌ها و خبرهای دنیا شده. با سابقه‌های جنگ حرف‌های نزدیکتری به واقعیت دارند. مثل این کهنه سرباز آمریکایی که جنگ عراق و افغانستان را تجربه کرده. ترامپ گفته در 5 دقیقه نابودشون می‌کنیم. میتونم بگم ترامپ دروغ میگه. واقعیت اینه که 30,000 نیروی آمریکایی در خطرند و رهبر ایران گفته اگه خطایی از آمریکا سر بزنه حتما اسرائیل در امان نخواهد بود. مبنای تحلیلگران جنگ 12 روزه است و ایرانی که به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ارزاندام کرده. تنها کشوری که به حملات اسرائیل جواب کوبنده داده. حالا تحلیلگران با همان تجربه حمله آمریکا به ایران را تحلیل می‌کنند. ترامپ خودش را در بن‌بست قرار داده. وضعیتی که در آن هیچ گزینه نظامی کارآمدی وجود نداره و هر گونه درگیری با ایران بدون شک فاقد پایانی خوش برای امریکا خواهد بود. بن‌بستی که ویتکاف هم به آن اعتراف کرده و چند روز پیش گفته ترامپ در تعجب است که چرا این حجم از تهدید برای ایران کارساز نبوده. تهدیدهایی که قرار بود نتیجهش جنگ روانی برای ایران داشته باشد، یک بحران برای آمریکایی‌ها شده. به شواهد این مقاله در فاینانشال تایمز. واقعیت این است که ترامپ با وعده کمک به معترضان ایرانی و استقرار مجموعی از تجهیزات نظامی خودش را در یک جعبه قرار داده. راهبردی شکست خورده با هدف امتیاز گرفتن در مذاکرات که آمریکا را وارد بحرانی خودساخته کرده است. کارکشته‌های جنگ میگویند ترامپ که یک عمر سرش در حساب کتاب بوده میداند جنگ در منطقه یعنی میلیاردها دلار هزینه و هزاران جسد سربازان آمریکایی که روی دستش میمانند. ترامپ به خوبی احساس میکند که خودش را در تله انداخته. او که از پیروزیش در ونزوئلا شگفت زده شده بود، خود را در بن‌بست خلیج فارس قرار داد. نبود آمادگی راهبردی ترامپ را به بن‌بستی کشانده که دقیقاً نمیداند چگونه باید از آن خارج شود. مشاوران ترامپ این تله‌ها را واقعی بررسی کردند و میان راهکارهایشان میشود واژه‌های شکست و خسارت را دید. آخرینش رئیس ستاد مشترک بود که به ترامپ برای جنگ هشدار داده بود. فارین پالیسی آوردن انبوه سربازان و جنگ افزارها را عملیات جنگ روانی برای ایرانی‌ها دانسته و گفته این عملیات شکست خورده. راهبرد حمله با توجه به